سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان و علاقمندان ورزش. From the streets to the stadium lights, dreams are rising, hearts unite. دیدار نهایی رقابت‌های فوتسال میان تیم‌های اعظم نظریاقچه و مولا علی شبرغان در فضای پرشور و هیجانی برگزار گردید. And as one, the fire of football like the sun, voices rising, hear the sound, the world together, the time is now. Sous le ciel, nos chants s'élèvent, l'espoir nous guide, rien ne s'achève, main dans la main, on chante. در پایان تیم اعظم نظریاقچه توانست با نتیجه 1-0 به پیروزی برسد و جام قهرمانی را از آن خود کند. تیم قهرمان 20,000 افغانی و تیم نایب قهرمان 10,000 افغانی جایزه نقدی دریافت نمود. همچنان جوایز بهترین بازیکن، آقای گل، بهترین دروازه‌بان نیز اهدا گردید. در همین جا از کادر محترم فدراسیون فوتبال ولایت جوزجان صمیمانه سپاسگزاری می‌نمایم. محب الله یما رحیمزی رئیس فدراسیون فوتبال ولایت جوزجان، محمد معشر هاشمی معاون فنی و مسلکی، احسان الحق فرهمند مسئول بخش اداری و نشراتی که هر کدام نقش مهم و ارزشمند در رشد و پیشرفت فوتبال این ولایت داشتند. جشن عروسی فهیم عظیمی و قیم عظیمی را از صمیم قلب تبریک گفته و از همکاری های بیشمارشان در این عرصه صمیمانه سپاسگزاری می‌نماییم. اینجا به عنوان میدیای کمرمین و گزارشگر این رقابت‌ها ایفای وظیفه نموده و تقدیرنامه رسمی نیز دریافت نموده که مایه افتخار بزرگ برایم می باشد. Dreams are rising, hearts unite. No borders can keep us apart. The game is love, the games are hard. One world, one dream, we stand as one. The fire of football like the sun. Voices rising, hear the sound. The world together, the time is now. Sous le ciel, nos chants s'élèvent, l'espoir nous guide, rien ne s'achève. Main dans la main, on chante plus fort. Le football est notre. در اخیر سپاس ویژه از جمنازیم ورزشی برادران رسولی که با فراهمسازی امکانات و ایجاد چنین برنامه‌های ورزشی نقش مهم در برگزاری این رقابت‌ها ایفا نمودند. La Coupe du Monde, c'est maintenant. جهان سپاس از همراهی شما. Football en el alma, les voix s'unissent dans